تو این ویدیو میخوام راجع به فضای ارزهای دیجیتال و موقعیت‌های پولسازی که داره با همدیگه صحبت کنیم. مطمئنم بعد از دیدن این ویدیو جرقه بزرگی توی ذهنتون میخوره و تحول عظیمی توی زندگیتون از لحاظ مالی ایجاد میشه. سلام دوستان، سیامک سلیمانی هستم. به چنل متافورس آکادمی خوش آمدید. همونطور که خودتون بهتر میدونید ارزهای دیجیتال نسل جدیدی از پولها هستند که در آینده‌ای نه چندان دور تمام پرداخت‌ها از طریق همین پولهای دیجیتالی انجام میشه و دیگه لازم نیست حساب‌های بانکی و ارزی سنتی داشته باشید. یعنی شما میتونید به راحتی از این به بعد تنها با زدن یک دکمه هر مقداری از پول رو به هر جای دنیا که دوست دارید در کسری از ثانیه انتقال بدید بدون اینکه رصد بشید، مالیات بدید و یا واسطه‌ای بینتون وجود داشته باشه. معروفترین این ارزها که احتمالاً همه شما اسمشو شنیده باشید بیت کوینه که به اون مادر تمام ارزها هم گفته میشه. این ارز حدود 14-15 سال پیش توسط شخصی یا گروهی به اسم ساتوشی معرفی شد. البته من نمیخوام راجع به مزایای این ارز یا ارزهای دیگه با شما صحبت کنم. هدف اصلی ما اینه که پتانسیل درآمدی این فضا رو بشناسیم و با اون آشنا بشیم. وقتی که این ارز معرفی شد با قیمت ناچیز زیر 1 سنت معامله میشد و در عرض چند سال قیمت اون به $63,000 رسید. درصد رشدی که تا به حال هیچ تجارتی اون رو تجربه نکرده. به عنوان مثال اگر سال 88 خودمون یک شخصی فقط پول یک پیتزا رو میداد و بیت کوین میخرید میتونست الان بهترین و بزرگترین برج‌های تهران رو با سودی که کرده بود بخره. جالب بدونید که یک نفر این کار رو انجام داده و برای خرید یک پیتزا 10,000 بیت کوین پرداخت کرده که امروزه ازش به عنوان روز پیتزای بیت کوین یاد میکنن و هر سال افراد خیلی زیادی این روز رو جشن میگیرن. شاید برای اینه که فراموش نشه این فضا چقدر میتونه سودآور باشه و اون اولی ها و 1% ها همیشه موفق ترن. مطمئنم الان داری بهش فکر میکنی و حسرت میخوری بابت اینکه چرا من اون موقع نبودم و ورود نکردم به بازار. اما مطمئن باش تصمیمی که قرار امروز بگیری همون تصمیمیه که اون روز میگرفتی. چون خبر خوبی که من دارم برای شما اینه این بازار نه تنها تمام نشده و کوچیک نشده بلکه خیلی بزرگتر داره میشه و توسعه پیدا میکنه و ارزهای خیلی زیادی با پروژه های زیادی به این بازار معرفی میشه. حتی امروز ارزهایی وجود داره که با همون رقمهای سنتی پتانسیل رشدی بیشتری نسبت به بیت کوین داره. من اینجام که شما رو با این ارزها و پروژه‌های ارزی بیشتر آشنا کنم. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدید و از این ویدیو خوشتون اومده و احساس میکنید علاقه خیلی زیادی به این بازار دارید و میخواید قدم به قدم با من همراه باشید تا بیشتر یاد بگیرید حتما علامت لایک، زنگوله و ساب رو بزنید تا با من همراه باشید و من هم با رغبت و عشق بیشتری ویدیوهای عالی تری براتون بسازم. وقتی وارد این بازار میشی یه سری اصطلاحات به گوشت میخوره که اینها روش‌های درآمدی این بازار هستن. به عنوان مثال ماین، هولد، ترید، پلی تو ارن که همون گیم ها هستن، متاورس و NFT ها. اگر بخوام قسمت ماین رو براتون توضیح بدم مدت زیادی ماینرها طرفدارهای زیادی داشتن برای اینکه تخصص خاصی نمیخواست و فقط کافی بود شما یک سرمایه بدی و یک تا چند تا دستگاه رو برای خودت خریداری کنی و بذاری تا ارزهای دیجیتال رو برای شما استخراج کنن. این دستگاه عملیات مان و یا استخراج ارز رو انجام میدن که شما میتونستی با داشتن یک یا چند تا دستگاه به صورت روزانه ارز دیجیتال دریافت کنی
ولی خب الان مرغوم به صرفه نیست و به خاطر برق سه‌فازی که میخواد، مجوزهایی که میخواد و پول هنگفتی که بابت دستگاه باید بدید، من این مسیر رو پیشنهاد نمیکنم. خب میرم سراغ روش دوم که روش هولد کردن هستش. به افرادی که ارزهای دیجیتال رو میخرن و برای سالهای آینده نگهداری میکنن تا به قیمت خیلی خوبی برسه و بخوام بفروشنش و سود هنگفتی کنن، هولدر گفته میشه به اصطلاح. و این هم تخصص خاصی نمیخواد و شما میتونید یک سرمایه خاصی رو وارد این بازار بکنید، با مشورت گرفتن از افرادی که توی این حوزه متخصص هستن، یک سبد هولد متنوعی برای خودتون ایجاد کنید و نگهداری کنید برای سالهای آینده و سود خوبی بکنید. روش سوم برای کسب درآمد در فضای ارزهای دیجیتال ترید کردن هست. معامله با تایم فریم های کوتاه و به اصطلاح تریدر شدن. شما برای اینکه بتونی معامله روزانه انجام بدی یا به اصطلاح تریدر بشی، باید حتما آموزش خاصی ببینی. خودتون بهتر می‌دونید بازارهای مالی پیچ و خم‌های زیادی داره، بازار ریسک و ریوارد و یا سود و زیان هست که نیاز به تخصص خیلی بالایی داره برای اینکه بتونی به نتیجه برسی. و شما نمیتونید انتظار داشته باشید در باز زمانی خیلی کوتاه بتونید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل بشید و حداقل به 2 سال زمان نیاز دارید و این بازار حد اکثری نداره. با اینکه این روش سود خیلی زیادی داره، ولی من علاقه بهش ندارم چون سود همراه با استرس رو دوست ندارم. دلیلش هم اینه که راه‌های خیلی بهتر، راحت‌تر و پرسودتری وجود داره که تو کلیپ‌های بعدی با هم دنبالش می‌کنیم. فقط یه نکته، کامنت فراموش نشه تا بتونم از نظرها و تجربه خوبتون تو کلیپ‌های بعدیم استفاده کنم. جیباتون پرپول همراه با آسایش و آرامش، موفق و مؤید باشید.